سلام. اگه دارید این ویدیو رو میبینید احتمالاً باید یه بسته سند یا حتی محموله رو به روسیه بفرستید و متوجه شدید که już سجیوفت V7 yaşaret sıfıqal zığını. دیگه هیچ کدوم به روسیه سرویس نمیدن. خب حالا چی؟ از سال 2022 اکثر شرکت‌های بزرگ پستی دیگه به روسیه ارسال ندارن. و حالا توی 2025 هنوز هم خبری ازشون نیست. اینجاست که ما وارد میشیم. من الکسی آنتونوف هستم، مؤسس شرکت لیج اکلیژ یکیه. ما بیش از 11 ساله که توی زمینه حمل و نقل بین‌المللی فعالیت داریم و بله ما هر روز به روسیه و از روسیه ارسال داریم. دفتر مرکزی و انبارمون توی مسکو هست و همچنین دفترهایی داریم در ترکیه، چین، امارات، کشورهای بالتیک و اتحادیه کشورهای مستقل اس. یعنی چی؟ یعنی تمام مراحل رو خودمون مدیریت میکنیم بدون واسطه. با کنترل کامل. ما 4 نوع سرویس ارسال داریم: پیک هوایی همراه، زرستشد گژگی، سریع‌ترین روش. پیک ما شخصاً با بسته شما پرواز میکنه. 24 تا 48 ساعت. سوپر اکسپرس با مسیرهای سریع از طریق مراکز بین‌المللی ما. 2 تا 5 روز کاری. اکسپرس اقتصادی‌تر اما هنوز سریع. 5 تا 12 روز کاری. اقتصادی. اگه از قبل برنامه ریزی کنید گزینه‌ای عالی. 2 تا 3 هفته بعد تحویل دست به دست. شما سرعت رو انتخاب میکنید، ما بقیه کارها رو انجام میدیم. از پر کردن فرماها تا راهنمایی برای بسته‌بندی، بیمه و حتی ترخیص گمرکی همه چیز رو ما انجام میدیم. عینی سرویس کامل و بی‌دردسر. سریع، مطمئن و حرفهای همیشه. هزاران نفر و شرکت قبلا به ما اعتماد کردن. میتونید نظرات واقعی رو ببینید توی سایت ما، گوگل مپس، نقشه های 2GIS، یاندکس مپس و فیسبوک. قبل از ارسال حتما نظرات مشتری رو چک کنید. آماد هاید برای ارسال. منتظر نمونید. از طریق واتساپ پیام بدید، با ما در تلگرام تماس بگیرید یا به سایت timesavingmachine.com سر بزنید. همه هی اطلاعات آنجاست و با چند کلیک میتونید درخواستتون رو ثبت کنید. براورد هزینه و رایگانو. هیچ تعهدی نداره. ما سریع پاسخ میدیم توی ساعت کاری مسکو و مرحله به همراه راهنماییتون میکنیم. قیمت شفاف. زمان بندی مشخص. بدون حدس و گمان. وقتی هیچ کس دیگه ارسال نمیکن ما میکنیم. همین امروز بستاتون رو ارسال کنید.